بله بینرین ایرو چاوی هر کسی کی ل روجاوای کردستانی و تایبتی لقامش لو بش برکو کنفرانسا یک ریزی و یک هلوستیا کردی لقامش لو حتا لدارخستن جبلی وانا خاطنان تیدا گلک پیام هاتن شاندن و خوندن تایبت مسعود بارزانی گوت کو دوی مافی کردان د دستوران نو یا سوریای دوره مسوگر کرن د پیامین دن د جهات دست نشان کرن کو روجاوا د برخدانا کوبانی ده و دوی کنفرانسی ده کرد کرنه یک هروها هاتا گوتن کو او یکیتی د مافی گلی کرد مسوگر بکه د کنفرانسا یک ریزی و یک هلوستا کردی ده گل کس آخوین و پیام جی هاتن خوندن. نونر سروک پدکی مسعود بارزانی حمید دربندی پیام مسعود بارزانی خوند. بارزانی دی بجه ام پشکری ددن چارسرین آشتیانه و دیپلوماسی. اف کنفرانس در ریل بر هیزین کردی و کردستانی وکه کو ببن یک و نیرینا گل سوریه د سوریا نو ده بکه یک. اف جی دی باندوره که ارنی لولات جیران بکه. ام پشگیریه ددین آباکرنا سوریه که نویا دموکرات پر رنگ وکهف کتی دا مافین گل سوریه تبی همو پیکاتین خواه مسوگر ببنو شوپین سرداری و دیکتاتوریه نمینه. هر وها ام پشگیریه چیکرنا دستوره که کن کو گارانتیا وان پرانسیبان بکهو او لهی آرامی پیکوشیان و لیبورنه لولات مسوگر بکهو بپاريزي. اف گاوکا بنگهینا جبو آباکرنا پیش روشکا گشت جبو همو سوریا چیکرنا شاندکا هفارا کردین جبو دیالوگی دیگر ریبریا نو لشامه گاوکا پیویست یا بدن بجداریه کراستینه جبو آباکرنا پیش روشا ولادو مسوگر کرنا مافی گلی ما می کرد و بجداریا اکتیو لسر ناوی کنک زینب مراد جی لدارخستنا کنفرانسی پیروز کر و تقص کر کو روجاوای کردستان ده برخوادانا کوبانی ده بویا یک ای روژی جبوی کرنا کردان جارک دن کرد لحف کوم کرن. ام جارک دی وصلات دکن و هیوی سرکفتنش محمولای که دخوازی گلک سپاس. هفسروکی ده بپی کسکین بایندر جی دبیجه بنگاه بانگا ریبرتی آزادی و آشتیه بریا ویجی دوی ام جبوی کتیا کردان بخبتن و گوت. لسر اساس وی کنفرانسی کرد دی لسر آخا خویا دیروکی بگیجن آرمانچ و مافین خواه. روش حلتا ناوین ایرو خودی بریارن و به اصرارن کو پیشنگتیا دو تشتین جیهانی دو تشتین مجوی یا دیروکی دکم یک آزادیه و یک جی آشیدیه بنگهاوه جی یکیتی و حسکرنا کردا و کردستانا دنا خویدایه ایرو اف جوین اف کنفرانس ام هیوی دارن و نیشانه یا و تاجیدار ببکو کرد جهبودورا یک ریزی حسکرن یکیتی و حلوست آزادی ایرو لگل هفن و لسروه بنگهه لسروه اساسه و کرد لأردنگاریا خواه الولات خواه روشلتا ناوین الجیهانه ببنه گلکی قدیم گلکی دیروکی گلکی که حلوست آزادیه و آشیت خوازن. کسکین بایندر پیاما پشتوانیا گل باکور کردستان گهاند و تقص کر کو باکور کردستان پیشگیریا بی سینور دده گل کرد ایل روژاوا. سروک ینه که بافل طالبان جی پیام اکشاند. پیام جی آلی امین بابشیخ و هات خوندن. بافل طالبان ده پیامی ده بجه ام جی دجواری و گشدان لحرمی ده قومن هایدارن. جبو چاره سرکرنا وان پرسکریکان پیویست همو آلین سیاسی و پیکاتین اتنیک اولی به هفره جبو بدستخستنا مافین خوین کولکتیف بسکنن. یکیتی جلیزیک و آگداری گورانکاری و پیشهات و آلنگاری اندبریا و جبو رو بروبونا وان آلنگاریا ام داخواز دکین جگشت آلین سیاسی و پیکاتین نتویی و آینی ایک ریز و ایک هلویز بن و برنامه کی یکگرتی و دارشتی خبات و تیکوشان جبو بدست بهینان مافین دست اینان مافین روین خواه بکن.